در شبکه‌های اجتماعی عکس زبانخط را نشر کردند که به گفته آنها مقامات در خورخ ساکنان را مجبور میکنند تا زیر آن امضا گذارند. با امضای این زبانخط ساکنان عهده‌دار میشوند که در تظاهرات و گردجمعی‌های غیر قانونی اشتراک نکنند، در کوچه‌ها دیدبانی و نوبتداری نکنند، از سرکردگان و اعضاهای گروه متشکل جنایتی پشتیبانی نکنند و اگر دست به چنین کار بزنند پس مقامات می توانند آنها را بدون آگاهی علاوگی یکباره به جوابگری جنایتی بکشد. آنها همچنین زبانخط می‌دهند که اگر مقامات آنها را بازداشت کنند یگان دعوا نخواهند کرد. مقامات بدخشان و خورخ زبانخطگیری از ساکنان را تا حال شرح ندادند، ولی ساکنان خورخ میگویند از هفته گذشته در کوچه‌ها راهگذران و ماشین‌ها را منع کرده از رانندگان و مسافران و راهگذران طلب میکنند که به این زبانخط امضا کنند. به گفته ساکنان نمایندگان مقامات نسخه های این زبانخط در دست در خورخ اداره به اداره نیز گشته ایستادند. این معرکه زبانخطگیری در حالی است که بنا به اطلاع دریافتی ساکنان خورخ با نگرانی افزاینده چشم برای شروع عملیات برای بازداشت محمد باقرov یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان می باشند و هر روز ده ها نفر به خاطر محافظت از باقر و راه ندادن به بازداشت او و یارانش در کوچه های اطراف محله برخورخ، محله که باقر به سر میبرد، دیدبانی شبانه روزی تشکیل کردند. باقر و باز دست کم 6 ساکن برخورخ را مقامات به حمله و تأخیر نمایندگان دولت عیبدار میکنند. افزا در بدخشان 25 نوامبر سال 2021 در پی مرگ ساکن 29 ساله دهه تفدیم نویه روشقله گلبدین زیوبیکوف بعد بازداشتش دیگر باره ناآرام شد. ساکنان با طلب به جوابگری کشاندن گناهکاران مرگ زیوبیکوف تابوت او در دست چند ساعت در کوچه های خورخ راهپیمایی کرده سپس 4 روز در میدان مرکزی شهر تظاهرات کردند. مردم تنها بعد به تحقیق مرگ زیوبیکوف راضی شدن مقامات پراکنده شدند، ولی با گذشت 2.5 ماه یگان نفر برای هلاکت این ساکن روشقله بازداشت نشده است. برقرار کردن دسترسی به اینترنت وعده دوم مقامات به اعتراضگران نیز تا حال اجرا نشده است.